خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله، الحمدلله، والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. و سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی، بینندگان شبکه جهانی وصال حق. با برنامه دیگر از سلسله برنامه ناگفته‌های تاریخ صفوی در خدمت شما هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته و در دو برنامه گذشته درباره شاه اسماعیل صفوی، شاه عباس صفوی حرف زدیم. شاه عباس صفوی بزرگترین و موفقترین پادشاه صفوی بود و موفقیت بزرگ این پادشاه این بود که برخلاف 4 پادشاه پیشین تونست برای اولین بار، بلکه برای چندمین بار در طول زندگی خود، عثمانی ها رو شکست بده، برعکس پدران خودش که دائما در حال شکست خوردن بودن. اگر به خاطر داشته باشید اولین شکست کاری که کمر صفوی ها رو شکست سال 920 هجری بود که شاه اسماعیل صفوی شکست خورد و بعد از اون دیگه به اصطلاح ما بادش خوابید و دیگه نتونست کاری بکنه. بعدها کم کم اینها دیار بکر و نخجوان و خیلی جاهای دیگر از دست دادن، کردستان، حتی بغداد، حتی بصره. و در زمان شاه عباس عثمانی‌ها در بهترین وضع و شاه عباس در بدترین وضع بود. یعنی شما میدونید که صفوی ها پایتختشون تبریز بود، اما از ترس عثمانی ها پایتخت آوردن به قزوین. در زمان شاه عباس حتی قزوین هم تبریز که سقوط کرده بود، به دست عثمانی ها افتاده بود، حتی قزوین هم نزدیک بود که سقوط کنه و از دستشون بره. تا همدان اونا اومده بودن، ناهاوند هم گرفته بودن. بالاخره شاه عباس پایتخت خود به اصفهان آورد از ترس عثمانی ها و علاوه بر این با عثمانی ها صلح کرد و تمام متصرفات اونها رو به رسمیت شناخت. و عثمانی ها چون که در جنگ داخلی و جنگ با اروپایی ها بودند دیگه پیشتر نیامدند و به این متصرفات عظیم راضی شدند. اما این کار برای شاه عباس فواید زیادی داشت. یکی اینکه تونست دشمن دیگه خودش رو که در شرق کشور بود، یعنی ازبک ها رو دفع کنه. شکست نداد اما دفعشون کرد و نذاشت که اونا زیاد جلو بیان و تونست بعضی جاها رو که گرفته بودن از مشهد و سبزوار اینا رو ازشون پس بگیره. حتی هرات رو هم پس گرفت. منتها اون داستان ها رو براتون گفتیم. ما صحبت ما الان در این است که شاه عباس چگونه تونست شاه عثمانی رو شکست بده. برای شکست دادن شاه عثمانی شاه عباس جوان اما زیرک به 2 چیز مهم نیاز داشت. یکی این که ارتش خود رو متحد کنه. ارتش شاه صفوی ها از اول از قبایل بود و این قبایل کم کم قدرتشون زیاد شد. بعد از مرگ شاه طهماسپ اینا اولین بار قدرتشون زیاد شد، تونستن شاه رو تعیین کنن و در زمان سلطان محمد خدابنده یعنی پدر شاه عباس اتفاق افتاد که قدرت اینها از اینم بیشتر شد. یعنی اینها در اون وقت تونستن همسر شاه عباس فخرالنساء مهد اولیا رو بکشن. وقتی که چون که خدابنده پدر شاه عباس تقریبا کور بود، نیمچه کور بود، تمام کارا به دست این زن گرجیش افتاد و این زن خیلی تندخو، لجوج و
خشن بود و پی در پی حکمرانان رو برکنار میکرد و این حکمرانان ها قدرت داشتن دیگه. اینا میدونید که اینها به اصطلاح یک نفر نبودن، با قبیله خود همراه بودن، لذا اینا ناراضی شدند و بالاخره بهانه‌ای پیدا کردن و این زن چون بالاخره زن بود از تهدیدشون نترسید، گفت که شما اگه منو بکشید من 4 تا پسر دارم که هر 4 تا شاهزاده هستن و انتقام من از شما خواهند گرفت. البته همین حرف باعث شد که پسرش که حمزه میرزا بود که ولیعهد بود هم جونش به خطر بیفته، چرا که کسایی که با این دشمن بودن میدونستن که اگر شاه مهد اولیا رو بکشند، در حقیقت پسرش رو هم باید بکشند تا مشکلشون حل بشه و آخر هم همین کار کردن. یک روز به قصر ریختن و داخل حرم سرا شدن جلوی چشم پادشاه، چون پادشاه صفوی پیش اینا یک آدم فقط به اصطلاح شاه نبود، مذهبی هم بود. اینو از اولاد همون به اصطلاح شاه اسماعیل میدونستن که شاه اسماعیل ولی الله میگفتن و ولی که جلوی چشم این خانمش که فرار کرد وقتی دید که اونا حمله کردن و مسئله شوخی بردار نیست، خودش در آغوش پادشاه انداخت، اما در جلوی چشم پادشاه زنش رو خفه کردند که همین مهد اولیا باشه و بعدش پسرش رو هم که ولیعهد بود و ولیعهد موفقی بود و همونی بود که تونسته بود بالاخره عثمانی‌ها رو متوقف کنه با صلح البته و با گرو گذاشتن پسر خودش، یعنی با نوه به اصطلاح شاه محمد خدابنده گرو گذاشت پیش عثمانی‌ها و صلح کرد. گفتیم داستانش دفعات قبل. اون رو هم بالاخره کشتن در حمام و شاه به اصطلاح شاه محمد سلطان محمد خدابنده این دیگه فهمید که کاری نیست. به اونا گفت اگه میخواید منم برکنار کنید، خب اول گفته بود منو برکنار کنید، خب زنمو نکشید، اما اونا گفتن نه ما تو پادشاهی ما هستی، ولکن پادشاهی بود عروسکی و شاه عباس وقتی که کشته شدن حمزه میرزا باعث شد که عباس میرزا که در هرات ولیعهد نبود اون موقع در اونجا بود به اصطلاح علم مخالفت بلند کنه و توسط قبایلی از قزلباش که اونا هم بین خودشون جنگ کرده بودن و یک قبیله این رو برداشته بود مثل عروسک، چون که اینا میخواستن، اینا قبایل قزلباش گفتم مذهبی بودن، فکر میکردن که باید حتما پادشاه، یعنی از خودشون پادشاه انتخاب نمیکردن، پادشاه رو از سلسله صفوی انتخاب میکردن. این به اصطلاح عقیدهشون بود، این سلسله براشون مثل سیدا بود، مثل که فکر کنید یک حسن و حسینی که شیعه دارن و ولی بالاخره یکیش برمی داشتن عروسک درست میکردن. حالا اینا عباس میرزا رو آلت 14 ساله بود دیگه، 16 ساله شد تا 18 ساله شد که پایتخت گرفت و 14 سالگی اونها اینو برداشتن علم مخالفت بالا گرفتند و این رو کردن به اصطلاح ولی خودشون و بالاخره تونستند قزوین رو بگیرند و داستانش مشهوره که شاه محمد خدابنده رو هم از کار برکنار کرد. البته اون وقت در مشهد نبود، در قزوین نبود، در اصفهان بود. پسر شاه عباس که از هرات حرکت کرد تا قزوین بگیره، اونم بهش خبر رسید از اصفهان که شاه عباس داره میاد، سعی کرد که خودش برسونه به قزوین، اما قبل از اینکه به قزوین برسه شاه عباس وارد شد و سربازای خودش رو در خونه ها جابجا کرد و جالب اینه که سربازای خودش رو فرستاد در خونه سربازهای پدرش، سربازایی که در رکاب پدرش بودن. بعد اعلام کرد که اگه این سربازا خودشون رو فوراً در دارالخلافه حاضر نکنند، هر سربازی که داخل هر خونه هر سرباز پدرش شده میتونه زن و بچه‌ش تصاحب کنه، مالش تصاحب کنه. این خبر که به اردوگاه پدرش در اصفهان رسید که داشت حرکت میکرد، دیگه سربازا ترسیدن که اینطور نشه که شاه عباس زن و بچه‌های ما رو بده به سربازای خودش، فوراً خود به مرکز رسوندن به قزوین. از لشکرش سلطان محمد جدا شده بودن و خودشون رو رسوندن به قزوین و شاه موند و حوزش. وقتی که نزدیک قزوین رسید دیگه کسی باش نمونده بود و خود شاه عباس کسی رو فرستاد، پدر خودش آورد و کنار خود نشوند، اما بعد اون رو تحت نظر گرفت و زندانی کرد. تا اینجا داستان البته مربوط به گذشته است. چه ربطی داره به ارتش قزلباش؟ من گفتم که شاه عباس میخواست ارتش رو نوسازی کنه و قزلباشا رو از بین ببره، چون قزلباشا حالا در دستگاه پدر خودش هم همه کار بودن و اونایی که خودش هم سر کار آورده بودن همه کار بودن. شاه عباس با همه جوونی خیلی زیرک بود، میدونست که همه قزلباشا رو نمیتونه یک دفعه از بین ببره. از اول با بعضیاشون مدارا کرد و از اینجا داستان شروع میشه که شاه عباس چگونه قزلباشا رو از بین برد. اما
از بین بردن قزلباش‌ها هرچند که به نفع شاه عباس تموم شد و شاه عباس تونست یک پادشاه مقتدری بشه، هرچند که به نفع ایرانی‌ها تموم شد، چرا که مجبور شد به جای قزلباش‌ها سربازای ایرانی رو بیاره. تا حالا ترک‌ها داشتن به ما حکومت می‌کردن، تا حالا صفوی‌ها به کمک ترک‌ها، قبایل به اصطلاح دهگانه ترکی که از آناتولی اومده بودن بر ایرانی‌ها حکومت می‌کردن. اما حالا شاه عباس به خاطر گردنکشی قزلباشا داره اونا رو یکی یکی از بین میبره و به جاش مجبور ارتش داشته باشه، ارتش جایگزین میکنه و این فایدهش برای ایرانی‌ها این بود که ایرانی‌ها دوباره مملکت خود رو کم کم صاحب شدن. چرا؟ بالاخره مملکت اصلش ارتشه. تا حالا ارتش بودن قزلباش، حالا شاه عباس متکی شد به قول خودشون تاجیک‌ها. اون وقت ایرانی‌ها رو تاجیک میگفتن، خود ترک‌ها اونا رو تاجیک‌های پست میگفتن. همین قزلباش‌ها ایرانی‌ها رو اسمش گذاشتن تاجیک‌های پست. به هر حال اما ضرر دیگه‌اش برای صفوی‌ها چی بود؟ ضررش این بود که قزلباش‌ها پادشاه‌های صفوی رو مثل چیز نگاه می‌کردن، مثل ولی و مثل ولی فقیه و مثل نمیدونم نماینده خدا و مثل چیزی که به اصطلاح ژاپنیا برای امپراتور خود داشتند. البته فقط فرقش این بود که اینها پادشاه رو عوض می‌کردن، ولی بازم از خاندان صفوی‌ها باید یکی رو می‌ذاشتن. این قانونشون بود. ولی با اومدن سربازهای ایرانی و کم قدرت شدن قزلباشا، ابهت شاه هم ریخت. برای همین دیگه نمیتونست تو جنگ‌ها بعد از شاه عباس به اصطلاح از اون نیروی مذهبی استفاده کنه و این تیر خلاص رو که شاه عباس به پای خودش زد، یعنی به قزلباشا زد، ملا محمد باقر مجلسی هم مکمل کرد. یعنی ملا محمد باقر مجلسی که حالا دیگه محکم شده بود کارشون، در زمان شاه سلطان حسین اومد و علیه صوفی ها به اصطلاح یک نهضتی رو به راه انداخت و صوفی ها رو کافر گفت. و صوفی ها یعنی نماز نمیخوندن اما نوکر پادشاه بودن، برای پادشاه خود به کشتن میدادن. این ریشه صوفی ها رو هم اون زد. و وقتی که افغان ها به اصفهان حمله کردن، دیگه این صوفیایی نبودن که همونایی که به اصطلاح از خود گذشته بودن. به هر حال هر فسادی که داشتن، نماز نمیخوندن، نمیدونم روزه نمیگرفتن، لواط انجام میدادن، هر شراب میخوردن، ولیکن به پادشاه خود خدمت میکردن. اونا دیگه نبودن که به اصطلاح به دفاع از به استاپای جان به دفاع از پادشاه برخیزن. این فایده کارش بود، از کار شاه عباس بود، اما در دراز مدت. جالب اینم بگم که وقتی که ملا محمد باقر مجلسی با صوفیا در افتاد، یکی از صوفیا به پادشاه نوشت که بابا اگر ما کافر هستیم پس اجداد تو هم کافر بودن، چرا که این عقیده اجداد توست. و این ملای مجلسی که حالا داره از صوفیا شیعه 12 امامی داره از صوفیا انقلابشون رو میدزده، ملا محمد باقر مجلسی چی نوشت در جوابش؟ که بله اونها صوفیای کامل بودن، شما دجالا هستید و از این حرفا. بالاخره تونه صوفیا رو برکنار کنه که گفتم در دراز مدت اگر به نفع شیعه 12 امامی بود، به ضرر حکومت صفوی‌ها بود و اینها رو از بین برد و حکومتشون به تاریخ پیوست که باز بهش میرسیم. یک میان برنامه کوتاه رو ببینید تا باقی عرایض رو خدمتتون بگم. شاه عباس وقتی که وارد پایتخت شد، صحبت ما در اینجا است که شاه عباس چگونه قزلباش‌ها رو از بین برد. اون از همون روز اولی که وارد پایتخت شد، هنوز که روز تاجگذاری خودش که پادشاه پدرش از خودش از کار برکنار کرد و گفت پسر من پادشاه است، از روز قبلش با به اصطلاح مرشد قلی خان، یعنی کسی که این سر کار آورده بود، اونم یکی از سران قزلباش بود، همون کسی که این سر کار آورده بود و اصل کار همین بود، عنوان اعتماد السلطنه همین کارا در دستش باز افتاد و شاه هیچ کاره بود، یعنی شاه عباس اول هیچ کاره بود. اون بهش گفت که در همون روز برای اینکه بقیه اون اینو تشویق میکرد که بقیه قزلباشا رو از بین ببره تا خودش همه کاره باشه و شاه عباس هم بعدش نمی اومد که به اصطلاح ریشه قزلباشا رو بزنه، سرانش البته. لذا همون روز اول که تاجگذاری کرد گفت نظر شما چیست که من میخوام، این قبلا خودش آماده کرده بودم، این مرشد قلی خان اعتماد السلطنه‌اش به اصطلاح وزیر اعظمش گفته بود که شاه به سربازا به صوفیا گفته بود که شاه از شما خواهد خواست که قاتلای برادر منو بکشید. یادتون باشه که من گفتم مهدولیا و حمزه میرزا، مهدولیا که زن پادشاه بود و حمزه میرزا که برادر شاه عباس باشه، اونا کشته بودن و پدر شاه عباس مثل آلت دست اونا بود.
حالا شاه عباس اومده و میخواد کارا رو در کنترل بگیره و یه گروه دیگه از قزلباش. شاه عباس هم فوراً گفت من میخوام به اصطلاح انتقام خون برادرمو بگیرم. صوفیا گفتن که ما از اول منتظرین فرمان بودیم. فوراً دستور داد که 7 نفر از بزرگانی که تو همون مجلس بودن رو دستگیر کنن، از بزرگان قزلباش رو، و زیر لگد صوفیا زیر دست پا کشتن اونا رو، لگد مال کردن و باز حمله کردن به خونه هاشون و خانه هاشون به تاراج رفت و همون ظلمی که سر ملت ایران کرده بودن حالا خودشون دارن سر همدیگه میارن. زن بچه هاشون به اسیری گرفته شد و هر کس که خیلی از افراد اونها هم کشته شدن. این اولین تصفیه خونین شاه عباس بود. اما شاه عباس مشکل دیگه ای داشت. همین مرشد قلی خان که اینو سر کار آورده و به اصطلاح حالا همه کارش شده بود، مهرهای چیز رو به گردن خود انداخته، مهرهای دولتی رو. حتی شاه میخواست شکارم بره به اصطلاح باید از این اجازه میگرفت. یعنی هم یک پیرمرد زرنگی بود، برای اینکه شاه فقط تو فکر کار عیاشی باشه در یک شب براش 2 تا زن گرفت. یعنی در یک شب 2 تا همسر براش اختیار کرد که با 2 نفر عروسی کنه. شاه هم جوان بود دیگه. یعنی منظور این میخواست که شاه رو از حکومت داری کنار نگه داره، فقط به عنوان یک عروسک. گفتم خودش نمیتونست مرشد قلی خان پادشاه بشه، چرا قانون اینا این بود که از صفوی‌ها باید که پادشاه بشه، از قانون قزلباش‌ها. ولکن فکر کرد که این بهترین راه حله و تقریبا همه پولا هم دست خودش افتاد، مهرها هم در دستش بود. هر شهری رو از رفقای خودش رو و از فامیلای خودش رو حاکم کرد. یعنی شاه دیگه هیچ کارش شد. قزلباشا بالاخره گفتم یک مشکلی که قزلباشا داشتن یا یک خوبی که کارشون داشت این بود که هر کدوم قبیله‌ای بودن می اومدن پیش پادشاه کنار برکنار میکرد، دیگه نمیتونست که همشون رو بکشه، می اومدن به اظهار نارضایتی میکردن. ولی پادشاه کاری نبود. آخه خودشون تصمیم گرفتن که مرشد قلی خان رو بکشن و توطئه‌ای رو بر کار بردن، ولی توطئه شکست خورد. مرشد قلی حالا از پادشاه میخواد که اینا رو اعدام کنه، فقط میگه تو دستور بده که من چیز کنم اینا رو به اصطلاح توسط صوفیا بکشم. ولی اونا دیگه سر به شورش برداشته بودن، اومدن پیش پادشاه و پادشاه به اونا گفت که من کار دارم فردا بیایید، و فردا که اومدن دیگه خودشون آماده کردن. اونا گفتن به ما اختیارات بیشتر بده، این مرشد قلی خان ما رو اذیت میکنه و از این حرفا. شاه گفت که همه بدبختیایی که زمان پدر من بود از دست همین شما حاکما بود که خود سر بودید، شما رو حاکم کردم همین قبسه. و ناگهان در جوابش همین فرمانده های خصوصا حاکم شیراز حرف تندی به پادشاه زد. پادشاه عصبانی شد و چون از قبل خودش آماده کرده بود به یکی از همون جوانهایی که به اصطلاح چون گفتم اینو مرشد کامل میگفتن، گفت که رو بکش و این کشته شد و خود اون رو گفت لباساش هم در خودت حاکم هستی. این یک سیاست شاه عباس بود که همون کوچیکا رو باز حاکم میکرد و به بقیه که در مجلس حاضر بودن فوراً حکم داد که تو حاکم، تو فلانی رو بکش، تو فلانی رو بکش، تو فلانی رو بکش و خودت جای اونا بشین. و اون جوانا دیگه یک شبه داشتن حاکم میشدن، مثل برق رفتن و فرمان پادشاه هم داشتن و تصفیه خونین دوم به راه افتاد و خیلی از حکام از بین رفتن. تنها کسی که جان سالم به در برد که مرشد قلی خانه که فعلا همه کاره است. یعنی این کارا هم که شاه میکنه در حقیقت داره به طرفداری از مرشد قلی خان میکنه که همه کاره و سپهسالار اصلی است. اما شاه برای مرشد قلی خان هم خوابی دیده بود، خواب خطرناکی که الان خدمت شما عرض میکنم. حالا وقت تصفیه آخر شاه عباس و زدن شمشیر آخر به کمر چیز رسیده، به کمر قزلباش‌ها رسیده. شاه صفوی اصلا در وقتی که کوچیک بود این رو فرستاده بودن پیش علی قلی خان شاملو در هرات. این اصلا او علی قلی خان شاملو رو مثل فامیل خودش میدونست. اما گفتم قزلباش‌ها چون با هم جنگ داشتن، همین علی قلی خان شاملو به دست همین به اصطلاح مرشد قلی خان که از قبیله دیگه بود، استاجلو بود، شکست خورد و شاه عباس به دستش افتاد. یعنی شاه عباس در میدان جنگ به دست مرشد قلی خان افتاد و دیگه چون که به دست این افتاده بود مجبور بود باش مدارا کنه. و علی قلی خان شاملو همچنان در هرات حاکم بود و شاه اونو دوست داشت، اینو دوست نداشت، اما حالا دیگه چاره نداشت و حالا دیگه اصلا به قزوین هم توسط این به پادشاهی رسیده بود. مرشد قلی خان به اصطلاح رو پادشاه کرده بود و زیر دستش بود دیگه تقریبا شاه. در همین گیره دار خبر رسید که علی قلی خان رو
ازبک ها که هرات رو محاصره کردن تونستن اون رو دستگیر کنن و بکشن. علی قلی خان گفتم مثل پدر دوست داشت، از پدر که دور بود دیگه. این خیلی باعث ناراحتی شاه عباس شد، ولیکن چیزی نمیتونست به مرشد قلی خان بگه. مرشد قلی خان البته سپهسالار اصلی شاه، همه کاره شاه، حالا روز به روز درخواستاش هم زیادتر میشه. تمام چیزایی که شاه طهماسب در اصفهان داشت همه رو گفت به من ببخش. شاه عباس مجبور شد بهش ببخشه و جاهای دیگری گرفت و گفت همه، حتی شکارم که میره باید ازش اجازه میگرفت. اومد بهش گفت که آقا من دختر حمزه میرزا رو من بده. حمزه میرزا خودش اصلا کوچیک بود، دخترش دیگه چقدر کوچیک بوده و این یک پیرمردی بود. شاه عباس نمیتونست بگه نه. حمزه میرزا برادر همون کسی هست که به اصطلاح برادر شاه عباسه که مادرش مهدولیا بود و مهدولیا رو کشتن، حمزه میرزا رو هم کشتن. همین جنجالا به خاطر کشتن حمزه میرزاست. حالا این دختر حمزه میرزا که یک دختر شاید 12-13 ساله است رو این پیرمرد میگه به من بده و شاه عباس نمیتونه بگه نه، موافقت کرد. اما خود دختر مخالفت میکرد، میگفت نه من اینو نمیگیرم. و تو مجلسی که به اصطلاح مرشد قلی خان و شاه عباس و هم دختر بودن، دختر به شدت انکار کرد که من نمیگیرم و مرشد قلی خان از اینکه شاه عباس رو مجبور نمیکنه ناراحت شد، در حالی که زبانی شاه عباس بهش میگه من موافقم. و شب که اینا بازی گنجیفه میکردن، گنجیفه یک بازی است که در دوره صفوی‌ها پیدا شده بود، اون هم مثل ورق بازی امروزه، تقریبا 8 جور ورق داشت، 8 جور نشون داشت ورقاشونو، گنجیفه بازی میکردن. تو این گنجیفه بازی این دیگه شراب هم خورده و به اصطلاح چیز کرده، مستم هست و شروع کرد به گلایه کردن از شاه عباس که شاه عباس حرف منو گوش نمیکنه و خواهرزاده‌ش به من نداد و برادرزاده‌ش به من نداد. و یکی دیگه از همینایی که اونجا بود، از همین نوکرهای همین مرشد قلی خان که اسمش بود محمود خان صوفیلر، محمود خان صوفیلر گفت که خان اگر شاه عباس به حرف شما عمل نمیکنه، شاهزاده‌های صفوی زیادن، مثل بازی گنجیفه این میشیره باخت، میشه این کارت باخت. و یکی دیگر آورد. یکی از اون مجلس خبر به شاه عباس رسوند. شاه عباس دیگه از ترس جون خودشم تصمیم گرفت که مرشد قلی خان رو بکشه. اما مرشد قلی خان کشتنش آسون نبود، تنها راهش این بود که به صورت توطئه بکشه. یک شب مرشد قلی خان رو دعوت کرد و خوب غذا بهش داد که خوب کوفت و زهر مار کرد و پشت شراب هم خورد با 4-5 نفر دیگه از بزرگانش. مجلس شاه بود دیگه، سر شاه که اطمینان داشت. ناگهان شب که اینا در خیمه رفتن خوابیدن، در سفر حالا هستن میخوام برن مشهد، به کسایی که قبلا اونا رو گفته بود که میگم به کوچیکا میگفت که شما اینا رو بکشید جای اینا مال شما باشه دیگه. اونها هم دیگه فکر کن که یک سرباز بگه آقا تو مثلا خامنه ای رو بکش یا رفسنجانی رو بکش، تو به جای رفسنجانی بشین، یا تو مثلا رئیس ارتش بکش به جاش بشین دیگه. اون سرباز دیگه حتی اکثر کوشش خودو میکنه. این همه ثروت، این همه سرمایه، بعد اون وقتا کشتن فقط این نبود که سرمایه‌اش بگیره، زن و بچه‌اش هم میگرفتن، کنیزاش هم میگرفتن. لذا با این حساب، چون که بالاخره شاه قدرت معنوی داشت، اگه میکشتن هم میگه شاه گفته. ناگهان در شب بهش حمله کردن و اولین شمشیری که بهش زدن این دهانش پر از خون شد، داد زد، بیرون اومد تا کمک بخواد، ولی در بیرون از خیمه کشتنش. و بعد از اون دیگه بازم یک تصفیه خونین از طرفداراش برای انداخت و همین قزلباشای جوان کرد رئیسا. حالا که رئیسایی که رئیس هم بالاخره باید یک جربوزه‌ای داشته باشه دیگه، باید مردم نگهداری کنن، اونا که بس فقط به نام از طرف پادشاه رئیس شده بودن. و شاه عباس بعد از این تصفیه خونین آخر که سومین یا چهارمین تصفیه بزرگ بین قزلباش بود، تونست به طور مطلق حکومت کنه و دیگه کسی جلودار این پادشاه نبود و به این ترتیب ارتش قزلباش از سران خالی شد. یعنی کاری که شاه عباس هم شاه اسماعیل هم نتونست بکنه. شاه اسماعیل هم بالاخره درست است که شاه مطلقه بود، اما 7 نفر خلیفش حرفاش رو قبول میکردن، اگه اونا قبول نمیکردن کاری نمیتونست بکنه. اما شاه عباس تونست قزلباش رو کاملا تحت فرمان در بیاره. با ارتشی که حالا تحت فرمان شاه عباس بود بعد از تصفیه خونین قزلباش ها، شاه عباس میتونست مانور بیشتری بده. منتها یک مشکل در این ارتش هنوز بود. شاه عباس تا اون زمان ایرانی ها سلاح گرم نداشتن، تا اون زمان سلاح گرم نداشتن و با شمشیر و نیزه و تبرزین و اینها جنگ میکردن، در حالی که 10 سال بود، بلکه اگر نگیم 2 قرن بود، سلاح گرم وارد ارتش های دنیا شده بود.
عثمانی‌ها از اولین گروه‌هایی بودن که سلاح گرم پیدا کردن. توپ، سلاح گرم هم سبکش هم سنگینش، از تفنگ گرفته تا توپ اون موقع شاید چیزی مثل هواپیمای امروز بود. و اجداد شاه عباس رو، مثلا شاه اسماعیل رو 100 سال پیش در سال 920 دقیقاً 100 سال پیش از اینکه دوباره شاه عباس با عثمانی‌ها جنگ کنه، همین عثمانی‌ها با همین سلاح سنگین شکست داده بودن. ولکن شانس با شاه عباس همراه بود. اگه بگیم شانس، هم درست گفتیم و هم درست نگفتیم. میشه گفت که نقشه انگلیسی ها در اینجا کار کرد. شاید بگید انگلیسی ها عجب، یعنی 450 سال پیش هم انگلیسی ها با قدرت امروز بودن. بله، متاسفانه از اون وقت اینها در حال نقشه کشی هستن و ما در خواب خرگوشی. ببینید در تاریخ ایران دو برادر نقش عمده‌ای دارن که انگلیسی بودن. برادران شلی، آنتونی شلی و رابرت شلی. اینها کیا بودن؟ اینها تو انگلیس دنیا اومده بودن، در مدرسه آکسفورد، درس آکسفورد فعلی که هنوزم دارن، درس نظامی خونده بودن، در جنگ‌های با اسپانیا شرکت کرده بودن و یک مشکل و دغدغه اروپاییان عثمانی‌ها بودن که با گرفتن قسطنطنیه به طور کلی زنگ خطر برای اروپا به صدا در اومده بود که مسلمان‌ها از دریا رد شدن و به خاک اصلی اروپا وارد شدن و بالاخره عثمانی‌ها تا حتی وین هم رفته بودن. یکی از طرح‌هایی که اروپایی‌ها ریختن این است که گفتن ما بیایم صفوی‌ها رو تقویت کنیم. و صفوی‌ها از زمان شاه اسماعیل با پادشاه مجارستان و اینا رابطه داشتن. منتها بالاخره کار عملی رو اونا کردن. دو شریف زاده، دو اشراف زاده انگلیسی رو به مأموریت به ایران فرستادن، همین برادران شلی رو. اینها رو یک کنت انگلیسی، یک جنرال انگلیسی بهتر بگیم، کنت اسکاتس فرستاد و گفت شما مأموریت دارید که برید ارتش اونها رو مجهز به سلاح گرم کنید تا در مقابل عثمانی ها بجنگن. حالا چه وقتیه؟ وقتیه که عثمانی ها تبریز هم گرفتن، همدان هم گرفتن، کردستان هم گرفتن، شیروان هم گرفتن، ایروان گرفتن، همه جا رو گرفتن دیگه. و شاه اسماعیل مجبورا با اینا صلح کرده، چرا که از اون ور خطر ارزم به حضورتون که ازبک ها براش بود. اینها در رأس یک گروه 25 نفری به ایران اومدن و همراه اینها یک فردی که سابقا به ایران اومده بود، یک فرد متعصب مسیحی به نام که تاجر بود اما به شدت به مذهب خود وفادار بود و چندین زبانش رو میگه، حتی 16 زبان میدونست، آنجلو اسمش بود. هم به اینا اومد و اون به اینا گفت که شاه ایران، شاه عباس، مسیحا رو خیلی دوست داره و اینها رو بیشتر دلگرم کرد. اینها وقتی که به قزوین رسیدند برای حاکم قزوین شرح دادن که ما برای چی کار اومدیم؟ ما اومدیم برای شما اسلحه بسازیم، توپ و تانک بسازیم، تانک نبود، توپ بسازیم، تفنگ بسازیم. طبعا در اون وقت شاه عباس نبود. شاه عباس کجا بود؟ شاه عباس بود در خراسان، به جنگ ازبک ها رفته بود و پیروز شده بود و پیروزی خودم بزرگ نمایی کرده بود و در هر شهری آذین می‌بستن و شاه در حال برگشت بود. طبعا اخبار قزوین بهش میرسید. با خبر شد که دو شریف زاده، دو اشراف زاده انگلیسی همراه 20 نفر 22 نفر دیگه به این شهر اومدن و چنین پیشنهاد خوبی رو براش دارن. من این نکته رو به شما بگم که شما نگاه کنید ما چقدر تنبل هستیم این روزها. مسلمان ها عموما کوشش و تلاشی رو نمی کنن که کافرها می کنن. ببینید 450 سال پیش این دو نفر، 430 سال پیش این دو نفر بلند شدن با همراه یه عده دیگه از انگلستان اومدن، بالاخره زندگی شهر خودشون رو گذاشتن به یک نقشه ای اومدن. من توی که از فیلم ها تازگی دیدم که جزیره تاسمانی که اون وره استرالیا است. استرالیا از ما خیلی دوره،
و ما از انگلستان خیلی دوریم. فکر کنید انگلیسی‌ها چجوری به استرالیا رسیدن، اونجا رو فتح کردن، پشت به اون جزیره تاسمانی رسیدن. فیلم طبیعت این جزیره رو نشون میداد و جاهایی که انگلیسی‌ها ساخته بودن، مثلا نوشته 1800 و نمیدونم 90 و از این حرفا، جایی هم که رفتن چیز گذاشتن. تعجب میکنی که اینها به اصطلاح چقدر کوشش کردن و حقشون هم از خداوند به کوشش انسان رو به اصطلاح موفق میکنه و بهش میده. اینا با کوشش خود موفق شدن و حاصل کوشش خود در دنیا دیدن. حاصل کوشش این برادران شلی رو مردم انگلیس بعدها دیدن. هم اروپایی‌ها هم عثمانی‌ها رو شکست دادن، هم بعد پدر ایرانی‌ها رو در آوردن و هم رقیبای پرتغالی خود شکست دادن. منظورم با نقشه و کوشش پیش رفتن. اثر کار اونها قرنها بعد موند. پس ما و شما غافل نباشیم. اونهایی که حالا اونا یک ایمانی به آخرت داشتن ولی که به اندازه ما که دیگه نیستن، حالا که ما تنبلی رو شعار خود کردیم و به آرزوها دلخوش کردیم، هرگز با آرزو نمیشه. باید مثل برادران شلی کوشش کنیم. اینها برای رسیدن به ایران از بین دشمنان خود رد شدن. خود آدمای بیچاره جا زدن، با این نقشه بزرگ اومدن، اما از سرزمین وسیع عثمانی رد شدن. در سرزمین وسیع عثمانی اینا رو خوب تغییر هم کردن. اینا رو می نشوندن مردم به اصطلاح جاهل عثمانی در دهان اینا به اصطلاح چه بگم دیگه، مثلا بدبو میکردن در دهان همینها. اینا رو ذلیل میکردن. با این وجود اینها همه چیز تحمل کردن، رد شدن، گفتن صبر کن تا ما نقشه ما عملی بشه، باید پدر شما عثمانی ها رو در میاریم. به هر حال شاه عباس که خبرهای قزوین طبعا بهش میرسید، با خبر شد که اینا اومدن. وقتی که شاه عباس وارد شهر شد، مردم هل کنان که شاه پیروز اومد و آذین بستند و به رسم اون زبان چراغونی کردند و اینها هم رفتن به استقبال شاه مثل بقیه مردم قزوین. طبعا شاه این دوتا رو گرفت و بوسید. 3 بار اینا رو بوسید، در بغل گرفت، در آغوش گرفت و خیلی اینا رو عزیز داشت و هیچ اینها تصور این رو نداشتن که چنین احترامی به اینا بشه. همراه اینا افراد دیگه هم بودن. ببینید یکی از به نام یکی کاپیتان پاول بود که جیمز اول پادشاه انگلستان به این لقب شوالیه داد. بعداً شوالیه یک از القاب بزرگه. شیخ الاسلام دربار صفوی از کوچه خود رد نمیشد، اون ورتر با همین کنیزا و نوکرای خود سرش گرم بود. اما این آقای شوالیه تا ایران هم اومده برای یک کار پست، برای اینکه اسلحه بسازه، ولی هدف بزرگه. هدف شکست عثمانی و شکست شوکت اسلامه. دیگه یکی به نام پاول. ببینید این پاول امروز ما داریم، یک وقتی وزیر خارجه آمریکا پاول بود. حالا شاید اینا با هم ربطی نداشته باشه. جان هوارد، جان پاروت، نمیدونم اینا. این جان پاروت توپریز بود، قالب توپ میریخت. جورج ماورینگ که یادداشت‌ها رو و توماس دیویس که یادداشت‌ها رو نوشته و آرنولد و چند نفر دیگه، اینها بالاخره در قزوین پادشاه همه رو گرامی داشت، پادشاهی صفوی شاه عباس. و ولکن این آنتونی شلی که رئیس گروه بود رو خیلی بیشتر باهاش تا در خونه هم رفت. یعنی شاه مملکت حالا به این احتیاج داره دیگه، احتیاج داره به شلی، باهاش رفت تا در خونه که دلگرم بشه. اونجا که خواست خداحافظی کنه اما خجالت زده شد. گفت نه من باید خداحافظی نکنم، هنوزم خداحافظی نمی‌کنم، هنوزم شب با تو کار دارم. داره که امروز رسیده. و دوباره نصف شب دید که یک عده از نوکرای شاه اومدند و مشعل‌ها رو گرفتند و خلعت‌ها رو گرفتند و خیلی چیزهای دیگه که به اصطلاح خیلی چیزهای دیگه که نشانه از شکوه به اصطلاح از محترم بودن این آقای سفیر پیش شاه داشت. و وقتی این دوباره به دربار شاه بردن، این مجلس بزرگی بود، تمام درباریان اونا که مجبور بودن شاه کنار خودش یک صندلی دیگه گذاشته بود، گفت بیا بشین. آنتونی شلی دیگه اینو دیگه نخونده بود، زیر به دست پای شاه افتاد و پاش بوسید، گفت شاهنشاه من اینقدر اهمیت ندارم شما من اینقدر بالا نکن، من نوکر شما هستم. گفت نه تو نوکر من نیستی، تو برادر من هستی. و تا آخر هم اینو برادر خوند. چرا؟ هدف داشت.
هدف شاه صفوی خیلی زرنگ بود. شاه عباس برای هدف خودش خوب مکر داشت. دیگه اینا رو دیوونه کرد با این احترام عجیب و اینها شروع کردن به کار و شاه هم به دست اینا لشکری داد، گفت یاد بگیرید. اینها 500 تا توپ برای شاه عباس ساختن، 60,000 تفنگچی رو مسلح کردن که برای ارتشی که تا حالا تفنگ رو ندیده بود. همینا طرز کار به اینا یاد دادن و شاه عباس دارای یک ارتش مدرن شد. البته شاه عباس بعدها که دیگه از اینها بی‌نیاز شد، بازم از اینها استفاده کردیم. برادران شلی رو به سفارت هم به اروپا فرستاد که داستان جالبی داره. همراهشون یکی دیگر هم فرستاده بود که در دربار جیمز اول پادشاه انگلستان با هم دعوا گرفتن. این گفت من سفیرم، اون گفت من سفیرم و اون دروغ گفته بود. و حسن علی بیات دروغ گفته بود این دروغ میگه. اون به پیشش جیمز گفته بود که این شلی دروغ میگه، این سفیر پادشاه ما نیست، من سفیر هستم. و جیمز حیران شده بود که اینها چرا با هم دعوا میکنن. باز عصبانی شد، گفت شما اگه در دربار من، اگه شما نماینده برادرم شاه عباس نمی بودید، هر دوتون رو میکشتم. باز با اینا یک نفر دیگر همراه کرد که شما برید ببینم کدومشون راست میگه. طبعا آقای بیات میدونست که دروغ میگه، با پسراش هم رفته بود. در هندوستان که رسیدن، اون موقع از راه هندوستان میومدن، از راه ترکیه عثمانی مشکل داشتن، یا چون که دریانوردای قوی بودن از راه آب میومدن. در هندوستان که رسید اون خودشو کشت و به اصطلاح خودشو به شاه عباس نرسوند. وقتی که نماینده پادشاه انگلستان همراه آنتونی شلی که گناهکار نبود پیش شاه عباس اومدن، شاه عباس گفت ها اگه خودشو نمیکشت میدونست که من چه بلایی سرش میارم. اون دروغ میگفته. ولی همین شاه عباس بعد از اینکه دیگه از آنتونی شلی فایده ای ندید دیگه، یعنی هر چیزی که تونسته بود ازش کشید، اصلا هم ازش یاد گرفت. بار آخر که ایشون برگشت و شاه در بهشهر بود، چون شاه میرفت در بهشهر زندگی میکرد، حالا پایتخت آورده اصفهان، ولی خودش برای اونجا جای خوش آب و هوا بود، در دریای مازندران، در استان مازندران زندگی میکرد. مادرش هم مازندرانی بود شاه عباس، یادتون نره. وقتی که اومد اصلا این راه نداد، هیچ اعتراضی نکرد، تا اینکه بیچاره دق کرد از غصه، از بس که ناراحت شد که من چرا شاه من یه وقتی من کنار خودش نشون، یه وقتی اصلا من اجازه نمیده. منظور یک شاه ماکیاولی بود، فقط برای هدف خود از نفر کمک میگرفت، ولیکن تونست با این احترام بیش از حد به برادران شلی صاحب یک ارتش بشه. با این ارتش چیکار کرد؟ با این ارتش رفت به جنگ پادشاهان عثمانی که این آخرین قسمت از داستان شاه اسماعیل صفوی است که براتون عرض میکنم در 5 دقیقه و بعد از این برنامه رو به پایان میبریم. گفتم حالا شاه عباس صاحب یک ارتش بزرگه، ارتش قوی. ساختن سال 1006 برادران شلی و لشکر و هیئت انگلیسی اومده بودن. سال 1012 دیگه شاه یک ارتش مجهز داشت و از جلال الدین محمد یزدی منجم باشه خودش مشورت گرفت. ببین شاه اعتقاد به سحر و جادو اینا داشت، مثل همه شاهان صفوی، چه قبل چه بعدش. اون بهش گفت که در این ساعت نیکوست حمله کن و این حرکت کرد. در 17 ربیع ثانی سال 1012، 6 سال بعد از آمدن برادران شلی، از اصفهان حرکت کرد. در راه سپاه قزوین و اردبیل هم به شاه پیوست. شاه با یک حرکت غافلگیرانه به تبریز حمله کرد، تبریز رو فتح کرد. تبریز دستی کی بود؟ تبریز در دست عثمانی‌ها بود. شما گفتم عثمانی‌ها تا حالا در حال پیشرفت بودن. حتی شاه عباس قزوین هم ول کرده بود، رفته بود اصفهان، چون میترسید قزوین هم به دست اونا بیفته. ولیکن حالا با این ارتش رفت و تبریز رو گرفت. حمله غافلگیرانه بود. عثمانی‌ها فرار کردن، رفتن به ایروان. شاه بهشون تاخت، اونجا ایروان هم گرفت. در ایروان نتونست مقاومت کنه، شکست خورد. در خود ترکیه وضع خراب بود. بین پادشاهان عثمانی جنگ بود. همیشه یادتون باشه جنگ و دعوا شومی میاره. اونا بین خودشون دعوا داشتن و پسر 16 ساله سلطان محمد سوم که سلطان احمد اول بود به سلطنت رسید بود و یک با دشمنای زیادی داشت. طبعا در فکر این نبود دیگه حالا ایروان و تبریز رو از ایران پس بگیره. پس شاه بعد از گرفتن همه اینا، گلجستانیان با اینا همراه شدن و گنجر هم گرفت و تا شماخی پیش رفت و وقت برگشت برای اینکه
پادشاه از چون داره برمیگرده حالا به اصفهان که نمیتونه تا آخر عمر اونجا باشه، برای اینکه مبادا، ببینید چقدر بیرحم بودن، مبادا پادشاهان عثمانی حمله کنن از ارزروم، حاکم ارزروم حمله کنه، تمام مناطق ارمنستان و نخجوان رو به بیابان تبدیل کرد. لم یزرع، همه رو سوزوند، یعنی رحم نداشتن. دستور داد سربازا همه درخت‌ها، بوت‌ها، گیاها، خونه‌ها رو بسوزونه، چشمه‌ها رو مسموم کنه. چرا؟ برای اینکه مبادا یه دفعه عثمانی‌ها بیان و برگشت اگه اومدن دچار کمبود آذوقه بشن. این جنگ اول کی بود؟ شاه عباس با عثمانی‌ها بود و اولین جنگی بود که صفوی‌ها پیروز شدن. در کی؟ در سال 1012. حالا عثمانی‌ها کی رد عمل نشون دادن؟ عکس العمل نشون دادن در سال 1026، یعنی چند سال بعد، یعنی 14 سال بعد. این نشون میده که عثمانی‌ها دارای در ریزش کرده بود از داخل و جنگ‌های داخلی و دعواهای بین عموزاده‌ها و برادرها، اونها را از شاه عباس غافل کرده بود که اینم از حسن به اصطلاح میشه گفت تصادف بود برای شاه عباس. بالاخره سلطان احمد اول عثمانی 26 ساله که شد به خلیل پاشا فرمان داد که به دیار بکر برو و به جنگ شاه عباس برو. خلیل پاشا حرکت کرد، اما در این وقت سلطان احمد اول مرد و سلطان مصطفی جاشو گرفت و باز همون ایشون نمیخواست جنگ کنه، چون که از داخل در مشکل بود. به شاه ایران پیغام داد که من با تو صلح میکنم. ولکن قبل از اینکه پیغام این برسه، شاه عباس رو جاسوساش خبر داده بودن که اونها دارن میان. پس خبر شد که خلیل پاشا داره در رأس 300,000 نفر میاد. شاه چیکار کرد؟ شاه تبریز رو ویران کرد. این کار شاه این بوده که شهرهای خودش ویران میکرد که اونان اگه اومدن چیزی رو نگیرن و دستور داد که عقب نشینی کنن به اردبیل. به سر خودش که نبود، لشکراش بودن، فرماندهش بود. فرماندهش قرچای خان نام داشت، قرچای خان. این از تبریز عقب نشینی کرد، تبریز رو خلیل پاشا گرفت دوباره. یعنی شهری که مال خودشون بود، مال خودشون که نبود، یعنی گرفته بودن، دوباره از شاه عباس پس گرفت. دوره شاه عباس مال خودشون بود، پس گرفتن. اینا اومدن اردبیل. خلیل پاشا تا اردبیل هم اومد. خلیل پاشا دید که دیگه نمیتونه، از غفلت اونها استفاده کرد، با کمک تاتارهایی که در لشکرش بودند و 35,000 ترک و 15,000 تاتار، ناگهان شبانه حمله کرد. دید هیچ راهی نداره، باید مکر به کار ببره. خلیل پاشا رو شکستی سختی داد و خلیل پاشا فرار کرد و از استانبول برایش دستور آمد که برگرد. این به اینا گفت که من اجازه بدین از راه کردستان برگردم، چون حالا دیگه در محاصره شد. شاه عباس قبول نکرد، گفت از راهی که اومدی برگرد و از همون راهی که اومده بود به ارزروم رفت و این شد شکست دوم عثمانی از ایران که سابقه نداشته در دوره شاه عباس. این دومین شکست بود. شکست سوم 6 سال بعد. 6 سال بعد دربار عثمانی به خاطر شورش‌های نظامی‌ها ضعیف شد. پای در پی شورش بود دیگه. اگر اونها قوی می بودن مثل اول که شاه عباس جرئت نمی‌کرد بهشون حمله کنه. اگر این 500 تا توپ داشت، اونها 5000 تا توپ داشتن. ولیکن مسئله این بود که اونها از داخل ریزش کرده بودن و کار به اینجا نرسید. حاکم بغداد سر به شورش برداشت، گفت آقا من یه حاکم مستقل هستم، بکرسوباشی اسمش بوده، در بغداد پادشاهی خودش رو اعلام کرد. سلطان کسی رو برایش فرستاد، سلطان عثمانی، که اون رو چی کنه؟ به اصطلاح سرکوب کنه. از این ور صفوی‌ها میکره فرستادن، چون که بغداد برای صفوی‌ها مهم بود. اولا مال اینا بود در دوره شاه عباس. در دوره قبل از شاه عباس، آقایونلو و دوره‌های سابق، همیشه بغداد متعلق به ایران بود، جزو عجم، دیار عجم حساب میشد. حتی اگر خلفای عباسی هم بودن، خلفای عباسی مثلا دیلمی‌ها که اومدن گرفتن، حکم مال اینا بود، اون فقط به عنوان رهبر دینی می نشسته بود. اکثرا اینجور بود. فقط در زمان چیز از دست ایران در اومد، عثمانی ها و صفوی ها که دیگه بعد برای همیشه، نمیگم که در تاریخ مال ما بود، اما بعد از اینکه اموی‌ها تموم شدن و شوکت عباسی ها شکست، بعد از اون اکثر اوقات در دست پادشاهانی بود یا شیراز یا اصفهان یا ری یا خراسان حکومت میکرد. به هر حال
صفویان به طرف چی رفتن و در اونجا عثمانی ها چون که باز در درون دچار مشکل شده بودن، بغداد رو بخشیدن به حاکمش، گفتن آقا شما یک حاکم مستقل هستی، من قبول داریم. اما صفوی ها حمله کردن و بغداد گرفتن. این پیروزی سوم صفوی ها بود به طور غیر مستقیم بر عثمانی ها. درسته که بغداد از دست عثمانی ها در اومده بود، اما بالاخره صفوی ها رفتن آخر زر رو صفوی زد و برد و تونست که اونجا رو بگیره. شاه عباس فهمید که عثمانی ها ضعیف شدن، که تبریز هم از دست دادن، ایروان هم از دست دادن، بغداد هم از دست دادن. طمع کرد، به طرف موصل لشکر کشید، اونجا رو هم فتح کرد. دیار بکر هم حتی گرفت. دیار بکر هم گرفت که این نشانه ضعفه، چون که دیار بکر دیگه خیلی وقت مال اونا بود و تونست که شاه عثمانی دیگه نتونست طاقت بیاره. حافظ احمد پاشا رو به جنگ شاه عباس فرستاد که شاه عباس شکست خورد و فراری شد. در سال 1037 شاه عباس بصره هم که هنوز در دست عثمانی‌ها بود به تصرف خود در آورد. البته لشکر فرستاد که به تصرف خود در بیاره، منتها عثمانی‌ها کمی مقاومت کردند. در همین هیر و بیر خبر رسید که شاه عباس کشته شده، مرده و قزلباش‌ها بستر رو دل کردن، رفتن به طرف پایتخت اصفهان که ببینن بعد از مرگ پادشاهی به دست چی کسی میفته، چون که اون پسرای خودش هم کشته بود، نوه‌های خودش هم کشته بود و به این ترتیب بصره در دست عثمانی ها باقی موند. ولکن شاه عباس تا لحظه مرگ پیروز بود. ما حالا برنامه شاه عباس دیگه تموم میکنیم، در جلسه بعد برنامه پادشاهان بعدی رو میگیم، مگر اینکه داستان‌های جالبی از شاه عباس رو هنوز ربط داشته باشه به موضوعات ما که شاید براتون بگیم. ولی یک نکته اینجا بگم که علت پیروزی شاه عباس همانا استفاده از علم بود و به اصطلاح بدون به شاه عباس کار دیگه هم کرده بود، سعی کرده بود آبادی رو زیاد کنه. تو یکی از برنامه براتون گفتم آباد کردن مملکت باعث پیشرفت خواهی نخواهی ولو که صاحب مملکت باطل باشه. طبعا شاه عباس یک آدم باطل بود، بابا پسر خودش کشته بود، نوه‌شو از ترس این پنهان می‌کردن که ما بعد نوه‌شو ببینه بکشه. یک انسان وحشی بود، آدم خورا داشت. منتها آدم وحشی هم که به علم خود رو مزین کنه، تکنولوژی خودش رو مزین کنه، پیش میره. این در زمان ما می‌بینیم که دولت‌هایی که به اصطلاح واقعا وحشی هستن. یعنی شما فکر کنید یک سربازی که میاد، عکس‌ها ما می‌بینیم، بر روی یک جسد یک مرده ادرار میکنن دست جمعی. خب اینا یک صاحب فرهنگ نیستن دیگه، ولکن چون که تکنولوژی دارن در یک رشته خود رو پیش بردن، مثل شاه عباس، یا ظاهرا آبادی کردن، دنیا رو خوردن. من برای شما مثال میزنم، آلمان شرقی و آلمان غربی رو. آلمان غربی چون که پیشرفته اصلا نگفت که آلمان شرقی بیا به ما وصل شو، ولی چون آلمان غربی پیشرفته تر بود خود به خود آلمان شرقی رو جذب کرد. معمولا پیشرفت خود به خود باعث جذب و پیروزی میشه. و شاه عباس به این نکته توجه داشت. شهرش هم اصفهان هم نصف جهان کرده بود، خیلی زیبا کرده بود. درسته که این زیبایی به خاک و خون کشیدن بسیاری از دهها، یعنی دهها رو به خاک سیاه کشون، پولا ازشون گرفت، ولکن بالاخره یک ظاهری رو درست کرد. اگر قرار باشه، یعنی منظور من اینه که ظاهر تمدنی مطلوبه برای پیشرفت، یادتون باشه مطلوبه برای پیشرفت. و این چیز رو گویا شاه عباس میدونست که از تکنولوژی، از آبادی شهرها و راهها استفاده کرد و تونست یک پادشاهی موفق باشه. و میتونیم بگیم که بعد از شاه عباس که این حکومت رو به وجود آورد، شاه اسماعیل که بعد از شاه اسماعیل که این حکومت صفویه رو به وجود آورد، شاه عباس بود که ستون این رو قائم کرد و صفویت رو یک صفوی کرد و تونست به اصطلاح پادشاهی صفوی رو به اصطلاح به اوج برسونه. تا برنامه دیگر که در مورد پادشاه بعدی صفوی‌ها با شما صحبت می‌کنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. الله حافظ و نگهدار شما.
خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزا و خیلی چیزای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسم همه جدید آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.